5 تا علامت خطرناک یائسگی زودرس. تا حالا شده پریودات نامنظم بشه؟ شبها عرق بکنی، گل گرفتگی داشته باشی، دلت نخواد با کسی رابطه داشته باشی؟ چند وقت پیش یه خانم 30 ساله‌ای اومده بود مطب، میگفت ماما سادات من پریودهام نامنظم شده. شبها اینقدر عرق میکنم که تمام بالشم خیس میشه. میل جنسیم به شدت پایین اومده. براش آزمایش درخواست دادم. سلام، من ماما ساداتم، با یه آموزش دیگه در خدمت شما. وقتی جواب آزمایشش رو آورد، دیدم و بررسی کردم آنتی مولریان هورمون، FSH و هورمون‌هاش رو، دیدم این خانم داره دچار یائسگی زودرس میشه که خودش خبر نداشت. اگر یکی از علائم رو داری، حتما باید جدی بگیری تا فرصت‌ها از بین نره. امروز میخوام 5 تا علامت خطرناک یائسگی زودرس رو بگم و قدم به قدم چجوری میتونیم جلوش رو بگیریم. تا انتهای ویدیو من همراه باش. اولین علامت یائسگی زودرس چیه؟ تغییرات در پریود. ممکنه فاصله بین پریود بیشتر بشه، خون کمتری بیاد یا حتی چند ماه پریود نشه. خیلی‌ها فکر میکنن یعنی بدنشون تنظیم شده، ولی نه، این یعنی تخمدان‌ها دارن کم کار میشن. تفاوتش با تنبلی تخمدان چیه؟ در تنبلی تخمدان هورمون تستوسترون بالاست، تخمک گذاری مشکل داره، ولی ذخیره تخمدان هنوز خوبه. ولی در یائسگی زودرس ذخیره تخمدان کم تموم شده. چه آزمایشاتی باید انجام بدیم؟ آنتی مولریان هورمون ذخیره تخمدان رو بررسی میکنه. FSH فعالیت تخمدان و آزمایشات هورمونی. اگر آنتی مولریان هورمون کمتر از 1 و FSH بالای 10 باشه، یعنی یه هشدار جدی. این مراجعه کننده ما 3 ماه پریودش عقب افتاده بود. وقتی آزمایش داد، آنتی مولریان هورمونش پایین و FSH بالایی داشت. بعد از اصلاح سبک زندگی، مصرف مکمل و مدیریت استرس، تخمداناش دوباره فعال شدن. دومین علامت گل گرفتگی و بیخوابی شبانه است. وقتی استروژن پایین میاد، هیپوتالاموس مغز فکر میکنه بدن داره داغ میشه و پیام میفرسته که گرم شده. نتیجهش میشه عرق شبانه، گل گرفتگی و بیخوابی. بعضیا فکر میکنن استرس یا گرماست، ولی واقعیت اینه که تغییرات هورمونی داره رخ میده. راهکار علمیش چیه؟ کاهش مصرف قند و کافئین، خواب منظم شبانه، ورزش‌های سبک مثل پیاده‌روی حداقل روزانه نیم ساعت، مصرف فیتواستروژن مثل سویا، دانه کنجد و تخم کتان. سومین علامت تغییرات خلق و خو و کاهش میل جنسی هستش. افت استروژن باعث کاهش سروتونین میشه و نتیجهش میشه زود عصبانی شدن، بی‌حوصلگی، اضطراب و کاهش میل جنسی. حالا راهکارش چیه؟ تغذیه درست و غنی از امگا 3، منیزیم و ویتامین B6. فعالیت‌های بدنی ملایم، تمرینات ذهن آگاهی و مدیتیشن و گفتگو با همسر. علامت چهارم پوست خشک، موهای نازک و چربی شکمی هستش. افت استروژن باعث کاهش کلاژن میشه، پوست خشک میشه، موها نازکتر میشه و حتی چربی شکمی زیاد میشه. راهکارش چیه؟ یه رژیم متعادل از پروتئین های کافی، میوه و سبزیجات و چربی های مفید. ورزش های روزانه همون 30 دقیقه پیاده روی عالیه. هیدرات نگه داشتن بدن و پوست میتونه بهمون خیلی کمک کنه. پنجمین علامت و مهمترین علامت ناباروری و تخمک گذاری ضعیف هستش. ممکنه برای بارداری اقدام کنی ولی جواب نگیری، در حالی که همه آزمایشات به ظاهر سالمه، ولی شاخصهای هشدار مثل آنتی مولریان هورمون پایین و FSH بالایی داری.
که با اصلاح سبک زندگی، مکمل‌های آنتی اکسیدان‌دار و مدیریت استرس میتونی دوباره اینها رو به حد نرمال و طبیعی خودش برسونی. یائسگی زودرس پایان زن بودن نیست، فقط یه هشدار بدنه که داره بهت میگه مراقب باش. اگه یکی از این علائمو داشتی نگران نباش، فقط یه اصلاح سبک اصولی داشته باش. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایک کن و نظرت رو برام کامنت کن و برای دوستانت هم ارسال کن. تا ویدیو بعدی مراقب خودت باش.